قدریا رادیو ریا تزش مسکوی دکن. سلاف و دمو ببخیر قدارین دلال. رادیو ریا تزه اند کارن ببین لطور اینترنت بوی نو نشانی. مالپر ریا تزه نخته کم. ایرو شمیه سی جتمایه. قدریا دنگو بحث تکتیه که بکن. هزین پیشمرگل عنی روجوای کرکوکی اپراسیونه که برفره پیکتینن و حتی نه 18 گن خسنه دستی خواه. هات راگیاندن 3 ایلونی دانه سبه ساعت هفته هزین پیشمرگل پشتوانی بالافرین شیر ین هف پیمانیا نو دولتی 3 آلیون و دست اپراسیونه که برفره روجوای کرکوکی کرن. آرمانجا پیشمرگل گرتنا 20 گندن بن دستی دایشی دابو. 2 اپراسیونی دا 15 پیشمرگل شهید کتن و 22 جی برین دار بون. حتی نه شهر بردوامه و گلک زیاین دایشی هنه هر وها هزین پیشمرگل دست خودانین سر گلک جک و اتومبیل و تقمانیین بون. هزین پیشمرگل روجوای کرکوکی چند چکدارین دایشی گرتن و برپرسیاری انیا روجوای کمال کرکوکی جی گود وان چکدارن خود نو سدون مالبتن عرب دو شارت بون روجا پیشمی یکی جتمی نزیکی 300 مالبتن عرب ین رنجبری نوچه هویجی و در دوروی خواردستی هزین پیشمرگل کرن پشتی تومار کرن نوین وان کسان 4 چتاین دایشی نوان دهاتن دیدن که خود نو کسین سیویل دو شارت بون چاو عیانل دست بیکا هفتیا بوریل نیویورکی رونشتاندن نتوان یک بوی یا هفتیامین دست کاری خواه کرد. سر رونشتاندن سروک و سرکوزیرن گلک ولاتان گوتار خواه پیش دهاتن و سروک آمریکای باراک اوباما و سروک روسیه ولادیمیر پوتین بالا جواکا نمنتوای و بجدارن رونشتاندن پردک شاندن. هر وها گوتار خود پیش جواتا نتوای یک بوی سروک آمریکای باراک اوباما توندی یریش سروک سوریه بشار اسد کرد و وک زوردار و قتل زاروکان وی سوچدار کرد. اوباما بحثا پیدابرن سوریه جکر و گود دیوالاتی وی بمینه مزنترین آلیکاری جبو پیدابرن سوریه سروک آمریکا را گیان کش بوچاره سرکردن کریز سوریه والاتی وی آمده هفکاریل گل روسیه و ایرانی بکن. سروکی روسیه ولادیمیر پوتین گوتار خواه پیش رونشتاندن نتوان یک بوی دا درباره کریز سوریه دا بحثا چند خالان کرد. ولادیمیر پوتین گوتار خود دا کفشه که دوی هف پیمانیو نو دولتی برفراتر ببه و ولادین مسلمان جی بشدار ببن و رولک گرنگ ورگرن لنبری ریخستان دایشه. پوتین وها گوت لسوریه تنه هزین اسد و کرد باوایی که مرکیمی دجی تروریستان شرد کن. سروکی روسیه هر وها دست نشان کرد که کریاین لنبری ولاتی ند چرچواین برجی نتوای یک بوی دانه و گوت ششیه که مزنه که گل حکومت سوریه پیوندی ناین دانین پشتی گوتارن ولادیمیر پوتین و باراک اوباما الهف جویان. سرگئی لاوروف یکی جتمه لویا نتوان یک بویدا کنفرانسی که روزنامه‌وانی برسی و چند پرسنت روزنامه‌وانی روداوی جدا. لاوروف درباره پرسه که روداوی درک شاندن چکان بو هزین پیشمرگه واگود. ما برسی و دخواست کردن دا اونها امبریا حکومت عراقی چکان جوان را دشینن. هر وها درباره وی هف پیمانیا 4 آلی که نوند خال بغدای دانینه وزیر دروای روسیه دا کفشه که نونری حکومت کردی جیته دا پیش داره. درباره پیشداربون کردان دوی نوند بغدای سکرتاری گیشتی وزارت پیشمرگه را گیاند. وکریب کردستانی هایم جوی هف پیمانیا 4 آلی تنه امنه اندامنته دا اونجی آگاین مل سرهنه. البجاری موسلی دایشی 41 چکدارین خواه گلکر جبرکش عنین شیر رویابون. برپسیاری را گیاندن شاخ موسلی یا پارت دموکراتیک یا کردستانی را گیاند. البجاروکی تلفری روژوای موسلی بومبک النو برگه دایشی تقیه و انجامی دا 7 چکدار هاتن کشتن. هر وها النوچه بیاچی دایشی 41 چکدارین خواه دان برگولیان. جبرکش عنین شیر رویابون. دایش 150 زاروکین 12 حتی 15 سالی جموسلی برنه بو پرورده لشکری. وی یکیجی نرازی بونه کل جمال بتن وان زاروکان چکریه. برپرسیاری پدکی و دوماند دایش 4 سال نزدیک بون اپراسیون گرفتن باجاری موسولی دست به برفرکرن و کورکرن خندق در دور موسولی کریه که 8 متر کوره و 4 متر جی براییه. بالافرین هیف پیمونان جین دایش روژوای موسولی بمباران کرن و دنجام دا 15 چکدارن ویری خستنی هاتن کشتن. هر وها 3 ایلونی دایش 5 آفیسیرین بری ین ارتش عراقی گلباران کرن.
هزین هفباش ین آمریکای یکی جتمه دخیانی که در رگیاندن بالافرن شیر ین آمریکا و هف پیمانان 24 ساعت بریدا 22 یریشن ازوانیل دژی چکدارین دایش پیکانینه الگوروی دخیانی بالافرن النه باجار و نوچهن عراقی برگین ریخستن دایشی بمباران کردن و انجام داد چند چته این دایشی هاتن کشتن و دو اتومبیل وانجی هاتن جناب برن او اپراسیون بالافرین هف پیمانان دمکی دا بردوام دکن و او دروژن بالافرین روسیایی جی سوریای اپراسیونن پیکتینن روسیای راگیان دیه که آرمانج اپراسیونن ازمانی ین بالافرین وان لیدان دایشیه و بو پشکریل ارتش سوریاییه روجوای کردستان جی پشت یریش دایشی سر باجار کوبانی سر دخواز حریم کردستان آمریکا و هف پیمانیو نو دولتی لورجی دست بلیدان دایشی کرن و رولک مزن درخستان دایشی شکوبانی و حریم گریسپی دادیدن هروا ناجیل روجوا الیکاریا هزین کردی دکن روز 3 ایلونی یکمین یریشی فروکین روسیه لسوریه دژی چکدارین رادیکالین اسلامی دست بکرن. چهارشنبه 3 ایلونی فروکین شیر ین روسیه دوری همسی و هموی دست بمباران کردن جی و ورگین عنیان نصری و احرار الشامی کرد. اف بریار شالی دستای بلند یا پارلمانت روسیه و هاتبو پژراندن که اول سر پیشنیار سروک وی ولاتی پوتین بویه. وزیر دروای روسیه سرگئی لاوروف یکی جتمه د کنفرانسی که روزنامه‌وانی دا راگیاند روسیه جی وک آمریکای دایش سوریه دکه آرمانجه یریشان و بنرین روسیه ارتش آزاد یا سوریه نکمک تروریسته سرگئی لاوروف گفت یریشن بالافرین شیر ین روسیه دا چند دپوین چک و تقمانیان و ارواح انبارین ین دایش دناب آخا سوریه دا هاتن اجناب برن درباره آرمانجه یریشن روسیه لسوریه و ارواح اپراسیون ازمانی ین روسیه و اپراسیون هف پیمانان سرکتی آمریکای داجی لاوروف داکفشی ما هلوستک هفباش گل هف پیمانیا نو دولتی یال دژی دایشی هیه آرمانجه یریشن روسیه لسوریه جناب برنا دایشی نه پشتوانی کرن تو هزک سیاسی ریبرگ گشتی یکی نوین پاراستنا گل یپگی سیبان همو دخواز آلیکاریا سربازی روسیایی دکه سیبان همو جمیدیا روسی را یا بزمانی ترکی آخوی و گوت ام بانک روسیایی دکه نتنی بارگین دایشی لید همین دمی دا بارگین جبهت النصره جی بمباران بکن جالی کدن و برپرسیاری تکلین در و ین پارتی یکتی دموکراتیک الکانتون کوبانی راگیاند کیجان آلی جیل امبری دایشی شرد که ام آمدن هفکاری بکن وک هفکارین ما ین گل آمریکا و هزین پشمرگه نه تاخین نوجه نه ی آمدی فرمانک دویم قدغه درکتنا در و هات بریار کرن بریوی نوجه بسملی یا آمدی سیشمی دال الچار تاخون قدغه درکتن در و جهات بو عیان کرن دخوینی پرزگه دهات گوتن حتی شر و پیوچون دومن بریار قدغه کردن در و جی و بدوام بکه پشتی قرار کردن قدغه تاخین آمدی نابر اندام تفگر جوانین ولات پاریس و شورشگر که سر پیکی وایه و هزین ترکیه دا پیوچون درکت بو تنجام وان یریشان دا زاروک 8 سال جیان خوش دست دا بو و 5 کسین دنجی بریندار بو الباجار ادنایی ترکیه اتومبیلک یا پلیس ترکیه راستی یریشی هات و انجام دا دو پلیسان جیان خوش دست داد گور آگاهیان بیار ایواری سیشم و ساعت 8 بر آوایا نخوش خنایی که دارو دا هاد گوتن دو کسی ریخو پیچاندی پشتی یریش کرن به موتوسیکلت جی بیاری رویان پشتی ویل هریمی که بیار قومی جبو گرتنا کریارداران اپراسیونی دست بکرد روز سیشمی سرکوماری ترکیه رجب طیب اردوغان راگیاند که ارتش ترکیه اپراسیون حریم کردستان پیکانیه و انجام داد سیب گریلاین پیککی کشتنه گور گوتناوی پیککی امبولانس کامیون مزگفت دبستان و جی کار و مالین خلقی کرنه آرمانج لما اف تروریستن سرکاتی ترکیه دخیانی که دا راگیاند هزین ازمانی یریشی پیککی حریم کردستانی کرنه و انجام داد چند چکدار هاتنه کشتن گورمی دیونیزیکی پارتی دموکراتیک یا گلان پلیسین ترکیه 3 ایلون الباجار سرتی باکوری کردستانی دا اپراسیون کلسر آویا DPP کمله مافین مروان و کمله چاندی و هفکاری دستای آلیکاری و پشتوانیل کسین وندابیان یا مزوپوتامیه دارخست HDP سیشمی ساعت 11 دا نوند چاندی یا جگرخوین دست کامپانی خواهی هلبجارتنی یا آمده کرد دوی چالاکی کمپانی دو تاوی نامزدن پارلمنتاری یا آمدی و نونرین رخستن شواکی ین سیویل و ولاتی باویی که اکتیو تاوی کمپانی ببن آمده بن دخیانیش آلی رخستن HDP یا آمدی هات گوتن جبو هلبجارتن یکی مشدار ین گیشتی امی در باری خبات خواه و استراتیجی خواه یا آمدی دا آگاداری بدن
نوین را گیاندن و چپابنی هیزن پراسته دا گل باسکی لشکری یه پارتی کارکردن کردستانی یکی جوتمه درباره اپراسیون ارتش ترکیه و چلاکین گریلاین پیککی یند سه روزین بوریدا دخیانی بلاف کرد. دخیانی هپگی دا تی گوتن ارتش ترکیه د 28 ایلونی دا گلی دوسکی یا گریدای نوچه گوری لباکوری کردستانی اپراسیون که برفرر دجی گریلاین پیککی دست بکر. لی راستی برسیدانه که توند یا گریلاین هات اود نابر هر دو آلیان دا شر درکت اود انجام شر و پیفچونان دا زیدتری 35 لشکرین ارتش ترکیه هاتن کشتن و اپراسیون راستی شکستنی هات و لشکرین ترک دا چار بونش شرمی پاش دا وکشن. گور دخیانی د شر و پیفچونن و رمری و گلی دوسکیان دا گریلای کی پککی شاهد بویه. دبشه که دنیا دخیانی خود هپگی داخیا کرد که دروژین 29 و 30 ایلونی دا گریلاین هپگی و یجی آستار نوچه چولمیر گور رها آمد سرد موش قرس ارزروم و درسیمی چند جالاکی دجی هزین ترکیه دار خستن. هات گوتن دنجام وان جالاکیان دجی شرد نابرا گریلاین و هزین پولیس و لشکرین ترک دا درکتن و دنجام پیفچونان دا 24 لشکر 27 اندامین تیمین تایبت و 2 پولیسین ترک هاتن کشتن. الگور دخیانی گریلاین اف جالاکی بو طولدان یریشین لشکرین ترک لسر گورستان شعیدن هپگی نوچه خرزان یا بیدلی سپیکانینه که دروژ 28 ایلولی دا ببالافرن اف گورستان بومبه باران کرده بود. سربانگا کنگره جواکا دموکراتیک پارتی آزادی کردستانی و سندیکای ماموستاین اگیدیم سنیل باکوری کردستانی و ترکیه بسیدان هزار زاروکین کرد دبستان ترکی بایکوت کرن. مالبتن که پروردیاب کردی دخوازن ده حتی هفتیه که زاروکین خواه ناشینن دبستانان. ترکیه و باکوری کردستانی 28 ایلونی سال نویا پرورده دست بکر. لیل سربانگا که چده جبو زمان زکما که بایکوت کرنا پرورده لگلک باجارین باکوری کردستانی دبستان مانوالا. سروی بانگی 100,000 مالبت زاروکین خو نشاندن دبستانی. روز 30 ایلونی برینیورو پارتیا گل یا کماری برنامه خواب بو پروپاگاندای البجارتن یکی مجدار ایسال را گیاند و سروکی وی پارتی کمال کلشدار اغلوشی سوزا چاره سرکرنا پرزگریکا کرد دا. اخافتنا خود بحثا گلک بجاران کرد و بتایبت بحث پرزگریکا کرد ترکیه کرد و سوز دا که پرزگریکا کرد پارلمنتوی ترکیه دا چاره سر بکه. کلشدار اغلو هروها گود AKP ev یک نشان دا که نکاره پرسا کرد چاره سر بکه که نها بیه صدمی خون رجانتنی و شر و پیفچونن لیبلی سروکی پارتی گل یا کماری و آخوی از سوز دادم هموالاتین کرد که ماف و آزادین وان بپارزن و دستور و یاسایان دا بجی بکن. هفتیا بوری لنبری چپامنیا آزاد اپراسیون پیک هاتن زیدتری 30 کس هاتن بنجف کرن. پلیسین تیم تایبت پشتی پیفچونان دردوری گرتن سر آوایک دیها آزادی والات و شانین آرام و کردی درجی تیدا. پلیس نوچگیانین آژانس دیهای جیتناف دا همو خباتکارین سازین آوایی دا برن قاتشیر دست دانین سر ناسنامه و تلفونین وان و لهمبر وان یریش کارانین. شون داجی پلیسان 30 کسین خباتکارین دیها آزادی والات و شانین آرام و کردی در بنجف کرد. دنگو بحثن جیانی جوایدی ما آگادار کرد روز دشمی پوتین و اوباما پیش جواتا گیشتی یا نتواین یک بوی گوتارین خواه پیشکشی حاضران کرن. سروک روسیه ولادیمیر پوتین تفیوینی که گل تلویزیون امریکی GPS دا گود بهتری 2000 شروان جوالاتین سوویتا بری سوریایی نه. مترسیه یکو وکرن جمعه لیشونه که ام بنداوان بن باشتره که ام سر آخو سوریه آلیکاری اسد بکند دشری ویلن بری وان دا. پوتین هر وها دیار کرد که ویگاوی پلانی وان ین تبلبون شری سوریه تنه. او گود روسیا وی تبل تا اپراسیونی که لسر آخو سوریه آن ولاته که دنبه. پوتین دیار کرد که اول سرویه که دفکر که چاو هفکاری خال گل بشر اسد برفرتر بکه. ولادیمیر پوتین هر وها دیار کرد که صدام سرکه یا آلیکاری روسیه اجبو اسد گمان وان چالاکین تروریستیش آلی دایشی و روسیایه. وان داویان روسیای چالاکین خواهین لشکری سوریه زده کردنه و تی گمان کردن که روسیال کلک رژیم بشار اسد تبل شر دایشی ببه. وزیر ترکیه فریدون sınırlı oğlu دجوینا گشتی یا نتوان یک بوی دا گوترک پیشکش کرد. فردون sınırlı oğlu ani zaman اول سر آگاهین روسیه لسوریه دا اپراسیون ازمانی دانه ناوندن دایشی دادن لیجین دبن کنترل ارتش اسد یا سوریه دادن و انجام دا سیویل هات نکشتن پرخم بارن. هر وها وزیر دروی ترکیه دا کفشه اگر او آگاهی راست بد روسیه دی کریز مزنتر و تراژیکتر بکه و گود پیوستی وان وی یکینینه.
سرکومر ایرانی حسن روحانی بریا جوینا جواتا گیشتی یا نتوان یک بوی یا نیویورکیش تلویزیون CNN را آخوی و دیار کرد که او آمدنه با امریکایی را گرتیان پیو را بگویسن. روحانی در باری پیو گوارتن و گرتیان دا گود تتشتکی دن من بیتر که خواشتر ندکر اگر ریوبریا امریکا ایرانیین ولاتی خو رادگره سربست برده اویجیش بو سربست بردان و گرتین امریکی ین که روزنامه‌وانک جی نو دایه بکوه نو هفلدانان. نوبر امریکا و ایرانی دکش سال 1980 و وروا تکلین وان ین دیپلماتیک قطبونه برزگری که گرتیان هر دو آلیان حتی نها چرا سر نبیه. سروکی دزگاه و سردان و حجی ایرانی سعید افهدی ایدیا کرد که قربالاخیا می نایده 4700 حجی مرنه. سروکی دزگاه و سردان و حجی ایرانی اش تلویزیون ایرانی را دیار کرد. قربالاخیا می نایده 228 ولاتین ایرانی جیان خوش دست دانه و هایوان هیش 248 کسین ایرانی یل می ناینینه و گوت افخنبارن که هجمار حجین وان ین جیان خوش دست داین زیده تردبن. هروا سروکی دزگاه سردان و حجی ایرانی آنی زمان افتو آوایی قبول ناکن مریه وان عربستانی وارن بناخ کرن. ولاتن کوما جی هفتیه پیشسازی ین چندن ولاتن اوروپی و ین کنداوی سوز دان نتوان یک بوی کش بو اداره کرنا کوچبران گیشتی 1 میلیارد 600 میلیون اورو آری کاری بدن. او پره و پرانی پیشکشی سازی کوچبران یا نتوان یک بوی و برنامه خورنی یا جیانی بین کرن. وزیر دروایی آلمانی فرانک والتر شتاینمایر که سرکتی جوینا وزیر دروایی کوما جی هفت کرد پشتی جوینا نیویورکی اف هجمار دیار کرد و گوت دنیا روبروی مزنترن پیلا کوچبرانه جدام شهر دویامین یه جیانی با. گور کوما جی هفت جبو آلی کاری نمروی سرنسر جیانی ای سال پیوستی به 20 میلیارد دلار هیه. زانینگه که شتات اوریگون یا امریکای دا یریش کچکداری دا 15 کسان جیان خوش دست دان و 20 که جبرین دار بون. زانینگه که بجار روزابورگ گوری آگاین داوید انجام یریش کچکداری دا 15 کسان جیان خوش دست دان. بردف که پولیس نشتاتی در باری بیاری دا دخیانیک دا چپامنی و گود هری کم 20 کس برین دار بونه. هر وها هاد زانین یریشکر هاد گرتن. جالین دن و دیمیدیا هریمی دا هاد گوتن یریشکر کشتی هاتیه گرتن. سروک دپارتامنت گفین نوی وزارت کارین هندر یا روسیا ایلیا رگاچوفش آژانس یا نو وسیرا دیار کرد. اگر حکومت عراق جوان بخوازه هیزن ارتش روسیا آخا عراق دژی داعشی اپراسیون بکه مسکو ده و پیشنهادی بنرخینه. وزیر دروایی روسیای سرگئی لاورووش ایراگیان روسیا تنی جین بن کنترل رخصتن تروریست دادن. یکی جتمه بالافرین شیری روسیه جارا دیامین اپراسیون ازوانیل سوریه پیکانین. وزارت پرستان روسیه دایا خویا کرن که اپراسیون یکی جتمه دناف آخا سوریه دا بریا بالافرین شیر ین جوری سو 24 و سو 25 هاتنه پیکانین. دارین هجا او بو وشانا دنگ و بحث نفتیه که شهر 4 پرچین کردستانی و کردن دیاسپورای هر وها نوچه نونتوی جوره که دن هفتیاتی دیسا سروی داونیشانی بنجام نوچه هفتیه که امی راستی هبین پیویا رفش آرامی و آشتیه هر 4 پرچین کردستانی دا. برنامه نوچه یا رادیو ریا تزه بهار از ترکی پیشکشی وکر حتی نی شمیاتی بمینون نو خیر و خوشیه دا.